خوشحالم که به همت فدراسیون یهودیان ایرانی چنین نشست باشکوهی برپا شده و خوشحالیم دو چندان هست. چند تا سوال اساسی راجع به کوروش وجود داره که بد نیست شما هم بدونید. چرا روز جهانی کوروش تو هیچ کدوم از تقویم‌های سازمان ملل ثبت نشده و مردم دنیا روز جهانی کوروش رو نمیشناسن؟ اگه کوروش یکتاپرست بود چرا تو منشور حقوق بشری که همه اون رو منسوب بهش میدونن بارها و بارها مردوک بت بزرگ بابل رو ستایش کرده و میگه با یاری او بابل رو فتح کرده؟ چرا تو هیچ کتاب معتبری از تاریخ و ادبیات ایران نامی از کوروش نیست؟ سعدی، حافظ و بقیه شاعرای بزرگمون نامی از کوروش کبیر نبردن؟ مگه شخصیت قابل ستایش و بزرگی نبوده؟ چرا حتی فردوسی که کتابش داستان سلاطین مختلفه اسمی از کوروش نبرده؟ فردوسی از شاهان و حکومت‌های قبل و بعد از هخامنشیان نام برده. یعنی نمیدونسته کوروش چه کسیه؟ اگه کوروش در بین ایرانی‌ها شخصیت بزرگ و معروفی بوده چرا در تمام ایران نمیتونیم کسی رو پیدا کنیم که نام پدر بزرگ یا یکی از اجدادش کوروش باشه؟ کوروش آسوده بخواب، زیرا که ما بیداری و همواره بیدار خواهیم بود. تا قبل از پهلوی دوم اسم کوروش شناخته شده نبود و شخصیت کوروش تا اندازه‌ای برای ایرانیان ناشناخته بوده که این نام رو برای پسرهاشون هم انتخاب نمی‌کردن. برخلاف سایر اسامی پادشاهان پارسی بین تمام دوستان و بستگانتون بگردید و شخصی رو پیدا کنید که اسم یکی از اجدادش کوروش باشه. این نوشته‌های عدالت‌گرایانه و این همه جملات زیبا رو از کجا و کدوم منبع تاریخی ترجمه می‌کنن؟ چرا فقط ترجمه فارسیشون به دست ما میرسه، اون هم تو واتساپ؟ لطف کنن منبع پارسی یا عبری یا یونانیش رو هم ذکر کنن تا ما بهش مراجعه کنیم و بفهمیم کوروش کی بوده. اصلا چرا هر وقت اسمی از کوروش برده میشه پشت سرش اون رو دقیقاً در مقابل اسلام قرار میدن؟ این همه مطلبی که درباره کوروش ساخته میشه اولش به نظر میرسه که میخواد یه شخص ایرانی رو از هویت و گذشته خودش آگاه کنه، ولی در اصل یه جوری طراحی میشه که ابتدا رگ غیرت ایرانی رو به جوش بیاره و بعد بدون اینکه هیچ ربطی به اعتقادات یک مسلمان داشته باشه میاد اونها رو مقابل هم قرار میده. یعنی به عبارت دیگه این مدل متون کاملا موذیانه باور خواننده رو به نحوی طراحی و برنامه‌ریزی میکنه که شخص خواننده ایرانی حتما باید بین یکی از اونها انتخاب کنه، یا مسلمان باشه و ضد هویت و فرهنگش، یا اینکه اعتقاداتش رو بذاره کنار و بچسبه به تاریخ و هویت. یعنی اصلا امکان نداره یه نفر هم مسلمان باشه و هم تاریخ کشورش رو دوست داشته باشه.